بار تیغه بندی. یه دیوار آجری داریم که دو سمتش گچ و خاک و آستر گچ داریم. آجر کاری با آجر مجوف 10 سانتی متره، ضرب در 850 میشه 85. ملات گچ و خاک دو طرف داریم، ضخامتش 1.5 ضرب در 1600 میشه، تعدادش 2 تا میشه 48. اندود گچ داریم، ضخامتش نیم سانتی متره، ضرب در 1300 میشه، تعدادش 2 تا میشه 13. همه رو با هم جمع کنیم میشه 146 کیلوگرم بر متر مربع. بند 633 گفته که باراش رو حساب بکنیم. اگر زیر 100 بود 100 تا رو حداقل باید بذاریم. خب من مبحث 6 رو بیارم. نگاه کنید بار مرده. وزن تیغه ها و دیوارها. کلیه تیغه ها و دیوارها با وزن هر متر مربع سطح بیش از 1 کیلونیوتن یعنی 100 کیلوگرم بر متر مربع به عنوان بار مرده در محاسبات منظور می شود. در صورتی که هر متر مربع تیغه یا دیوار بین 1 تا 200 کیلونیوتن بر متر مربع باشد، بار معادل تیغه را می توان به صورت بار گسترده یک نواخت بر مساحت کف اعمال نمود. وزن معادل بار مرده تیغه که بر مساحت هر فضا اعمال می شود از تقسیم وزن کل تیغه ها بر مساحت فضای مورد نظر به دست می آید. اما در هر صورت نباید کمتر از 1 کیلونیوتن بر متر مربع منظور شود. چنانچه وزن تیغه با دیوار بیش از 200 کیلونیوتن بر متر مربع باشد، لازم است بار مرده تیغه یا دیوار در محل واقعی خود اعمال شود. وزن سایر جدا کننده های سبک مطابق ضوابط بند 6522 در محاسبات منظور می شود. خب پس این توضیحش رو من به این صورت بدم. شما بار تیغتون رو حساب بکنید. اگه کمتر از 100 کیلوگرم شد باید 100 کیلوگرم بر متر مربع رو بذارید. اگر بین 100 تا 200 شد پس با همه این جلو که همینجا بگیرم بیش از 100 کیلو به عنوان بار مرده در محاسبات منظور شود. در صورتی که بین 100 تا 200 بود باید به صورت گسترده اعمال کنید. نباید کمتر از 100 تا بذارید. اگر بیشتر از 200 تا بود باید توی محل خودش بذارید. خب حالا بریم به دفترچه محاسبه. 146 رو به دست آوردم. به پلان اتوکد هم میام. ببینید تو زیر زمین تیغه داریم که حالا به فونداسیون مربوط میشه، ربطی به تبز ما نداره. توی همکف تیغه نداریم، توی طبقات داریم. طبقات ارتفاعش 2.8. پس ضرب در 2.8 میشه، ضرب در متراژ تیغه هامون میشه که 50.3 متره. شما میاید با میژر به این صورت تیغه ها رو حساب بکنید. مثلا این تیغه 3 متر، همینجوری همه تیغه ها رو حساب بکنید به این عدد میرسید 50 متر. بعد تقسیم بر مساحت مفید طبقه میکنید. یعنی به چه صورت؟ روی ایریا میذارید، و اینتر رو میزنید. نگاه شد 245. کجا رو حساب کردم؟ اینجا نوشتم 248. خب نکته مهمش اینه که
باید راه پله و این قسمت و آسانسور حساب نشه. حالا شما اگر بیایید دیوارها رو حساب کنید یا دیوارها رو حساب نکنید، این محاسبات یکم تغییر میکنه و این نکته مهمش این هستش که این قسمت و این قسمت حساب نمیشه. خب اینو من قبلا دقیق حساب کردم، میشه 248 که این رو تقسیم بر 248 کنیم 82.91 به دست میاد که کوچکتر از 100 باید 100 رو استفاده کنیم. حالا برای شما شاید یه دغدغه‌ای باشه مثلا این رو دقیق به دست بیارید. نکنید حالا این اگر مثلا 249 به دست بیاد یا 247 یا مثلا 250، این 80 خیلی با 100 فاصله داره. زیاد خودتون رو درگیر این مسائل نکنید. اصولا زیر 100 به دست میاد همون 100 رو میذارید. در مرحله بعدی باید محاسبه بار برف رو انجام